به این سرزمین ها نگاه کن برادرم، بهشت بهشت. اینجا خونه جدید ما میشه. یک قبیله بزرگ برپا میکنیم. ای اهالی، ای مردم، من میخوام یه چیز مهم بهتون بگم. گوش بدید به من. این حرفی که میزنم حیاتیه. بعد از من پسرم سردار بزرگ و رهبر قبیله است. پس همونطوری که به من احترام گذاشتین به او هم احترام بذارید. سردار بی، آرام باش، بگو ببینم چی شده. آقا سیدال تو رو رئیس قبیله اعلام کرد و رفت. پدرم کجا رفت؟ رفت سرحد، گفت میخوام بقیه عمرم و زیر درخت سیسه سپری کنم. ای دوستانم، ای دوستانم، سردار بی حمله کردن، گله رو بردن. چی؟ حمله کردن؟ آره، غافلی شدی. برو نیروها رو خبر کن. تو کی هستی که راه منو میبندی؟ به چه جرأتی به قبیله من حمله کردین و گله منو دزدید؟ مالیات نمیدین گفتم، خودم به زور بگیرم. من سردار پسر سیدال هستم، به هیچ کس مالیات نمیدم. خیلی مغرور شدی، فکر کردی خان یا شاه. من از همه شما برترم. نه خان هستم نه شاه، اما هر کسی که به مردم ظلم کنه سر از تنش جدا میکنم. توی این خاک فقط جای یکی از ماست، سربازان شجاع آل سیدال. قربان خان فرار کرد، رفت به سوی قلعه کوز. فهمیدم، دنبالش. خان ظالمو به هم تحویل بدین تا ارتشم بردارم و برگردم. اگه تا طلوع خورشید فردا به هم تحویلش ندید، قلعه روی سرتون خراب میکنم. قربان، به قبیله حمله شده، جون مردم در خطره. عقب نشینی میکنیم، به قبیله برمیگردیم، آماده بشین. احمد برادر تو به قبیله برگرد، من امشب به قل نفوذ میکنم، خان ظالم رو به سزاش میرسونم. برادر مراقب خودت باش. اگه اتفاقی برام افتاد تو باید از قبیله محافظت کنی. این سرزمین و مردم ما رو حفظ کن. من قول میدم با جون و دل از امانت پدرمان محافظت کنم. فکر کردی بعد از این همه ظلم میذارم زنده بمونی؟ خداوندا، من فقط در راه تو قدم برداشتم. اینا لله و اینا الیه راجعون.